این لباس ها رو تو سال 2025 نپوش، چون استایلت رو قدیمی، از مد افتاده و زشت میکنه. این ویدیو رو به 2 قسمت تقسیم کردم. تو قسمت اول میخوام چیزایی رو بهتون بگم که دیگه خیلی از مد افتاده و قدیم محسوب میشه و بهتر اصلا سمتشون نری. و تو قسمت دوم که میشه گفت قسمت مهمتر ویدیوه، چیزایی رو میخوام بگم که شاید هنوز یه جورایی پرطرفدار و حتی مد و ترند محسوب بشن، اما کم کم دیگه دارن خیلی از مد خارج میشن، یا اینکه خریدشون دیگه به نفعتون نیست و جایگزینای خیلی خیلی بهتری براشون وجود داره. من بهار هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. تو این کانال در مورد مد، فشن، لایف استایل و برندهای لوکس صحبت میکنیم. پس بریم سراغ ویدیو. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم که احتمال زیاد هم میدونید، شلوارای اسکینی جینز یا همون جینای لوله تفنگی هست که یه زمانی خیلی محبوب بودن و خب البته این شلوارا به خاطر اینکه هیکل آدمو خیلی جمع جور میکردن و نسبتاً هم راحت محسوب میشدن، خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا تو فصل زمستون که خیلیا شلوارشون رو داخل بوت میذاشتن و یه استایل خیلی پرطرفداری بود. ولی بچه‌ها این شلوارا دیگه کاملا از مد افتادن و پوشیدنشون خیلی قدیمی و دموده به نظر میرسه. اگر که میخواین باز از یه شلوار نسبتا جذب استفاده کنید، میتونین حداقل از لگای چرم استفاده کنید که حالا اونا رو با بوت‌های بلند بپوشید، یا لگایی که مثلا حالت موهر یا پشمی دارن. اما شلوارای جین اسکینی که داخل بوت قرار بگیرن کاملا دیگه از مد خارج شده و بهتره اصلا طرفشون نرین، چون استایلتون رو خیلی قدیمی و یه جورایی مربوط به دهه گذشته نشون میده. حالا به جاش چی بپوشیم؟ بهتره که از شلوارایی که یه مقدار آزادتر هستن، مثل استایلای مامز، استایلای ریلکسد فیت، یا کلا هر شلوار جینی که یه مقدار گل گشادتر بشه و یه مقدار راحت‌تر بشه استفاده کنید. و خب اونا طبیعتا روی بوتتون قرار میگیره و کلا اینکه شلوار جین یا هر شلواری الان روی بوت باشه خیلی خیلی ترند تره که تو مورد بعدی میخوام یه جورایی بهش اشاره بکنم. مورد دوم که یه جورایی به قبلی هم میشه گفت ربط داره، استفاده نکردن از نیم بوتایی هستش که بالاشون یه حالت هلالی کوتاهی داره. و اگه یادتون باشه چند سال پیشا خیلی مد بود که مخصوصا با همین اسکینی جینز این نیم بوتایی که بالاشون حالت هلالی بود و میپوشیدن و اون قسمت فاصله‌ای بود که پاشون مشخص میشد و خیلی ترند بود و یه استایلی بود که خیلی شیک محسوب میشد. اما بچه‌ها این استایل الان کاملا از مد خارج شده. یعنی اینکه یک فاصله بین لبه شلوار جینتون یا حالا شلوارتون و بوتتون باشه کلا دیگه مد نیست. الان چیزی که در حال حاضر ترندتر و مدتر و شیکتر و بروزتره اینه که شما شلوارتون روی بوتتون قرار بگیره، یا اگرم که روی بوت قرار نگیره اون قسمت پاتون که نمایش داده میشد دیگه دیده نشه و کاملا اون قسمت رو بپوشونه. در واقع الان مثالاشو میتونم براتون بذارم که ببینید که چی بیشتر الان ترنده و چی دیگه از ترند خارج شده. سومین چیزی که میخوام بگم، سومین موردی که میخوام بگم استفاده نکردن از تونیکای بلنده. بچه تا چند سال پیش یادتونه که این لباسایی که یه حالت بلندی داشت و روی شلوار قرار میگرفت خیلی ترند و مد بود. دیگه تقریبا از مد خیلی خارج شدن. همچنان میبینیم خانمایی که یه مقدار سنشون بالاتره اینا رو میپوشن، مخصوصا که چیزای خیلی بکار و راحتی هستن، چون که خب اون پستی بلندیای بدن رو یه جورایی مخفی میکنن. اما الان بهتره که چیزایی رو بپوشید که دیگه تقریبا داخل شلوار قرار بگیره. یعنی کلا اگر هم چیزی رو بخواید روی شلوار بپوشید بهتره که یکم کوتاه‌تر و یکم حالت کراپ تر داشته باشه. کلا این تونیکا یه مقداری همیشه حتی اون موقعی هم که توی استایل بودن استایل آدمو سن بالاتر و قدیمی تر از چیزی که بود نشون میدادن. به جاش میتونید از چی استفاده کنید؟ میتونید از شومیزه استفاده کنید که داخل شلوارتون قرار بگیره، یا کلا بولیزایی که یه مقداری کوتاه‌تر باشه. مورد بعدی که میخوام بگم گلدوزی روی لباسه. حتما یادتونه چند سال پیش این گلدوزی‌ها خیلی روی شومیز، شلوارای جین، حتی کت‌های مختلف خیلی ترند و محبوب بودن و همه جا میدیدیمشون. اما الان دیگه کاملا میشه گفت مد خارج شدن و بهتره که ازشون استفاده نکنی.
چی به جاش ترند شده؟ نگین یا مروارید روی لباس. پس اگر که لباسی دارین که گلدوزی داره، میتونید اون قسمت گلدوزیش رو با مروارید یا نگینای مختلف بپوشونید یا اینکه کلا از یه شمیز ساده استفاده بکنید، چون این گلدوزیایی که روی شلوار و روی لباسای مختلف بودن دیگه تقریبا میشه گفت کاملا از مد خارج شدن و دیگه تقریبا بهتره که سمتشون نرید. مورد بعدی که کاملا مد خارج شده و میشه یه جورایی گفت تقریبا همزمان با اون گلدوزیای روی شمیزا و شلوار جینا خیلی ترند بود، اون راههای ریز عمودی روی شمیز و پیرهنای مختلف و اون چارخونه‌های خیلی ریز بود. عکساشو میذارم تا بهتر متوجه بشین منظورم چیه. اینا تقریبا همزمان با هم خیلی مد بودن، میشه گفت هول و هوش یه 5 6 سال پیش. اینا هم دیگه تقریبا از مد و ترند خارج شدن. همچنان میبینیم که یه سری سایت‌های مختلف، حالا مثل آمازون و سایت‌های مختلف فروش لباس، همچنان اینا رو دارن میفروشن، ولی تقریبا میشه گفت کاملا مد خارج شدن. به جاش چی میتونیم بپوشیم؟ راههای افقی که الان خیلی ترند هستن، یا راههای عمودی که تقریبا درشت‌تر باشن، یعنی کلا اون راههایی که خیلی ریز بودن و خیلی نزدیک به هم بودن کاملا از مد خارج شدن و جای خودش رو به راههای درشت‌تر، چارخونه‌های درشت‌تر و کلا چیزایی که یه مقداری وایبشون متفاوت‌تر از اونا باشه دادن. پس سعی کنید اگر که دنبال چیز راهرو یا چارخونه میگردید، ترجیحاً راهروی افقی بگیرید یا اینکه از چیزی استفاده بکنید که اون حالت خیلی ریز و راهروی خیلی ریز و چارخونه خیلی ریز رو نداشته باشه. حالا میرسیم به بخش دوم ویدیو که چیزایی که تقریبا میشه گفت تا همین 1-2 سال پیش خیلی ترند و محبوب بودن و شاید هنوزم خیلی‌ها بپوشنشون، ولی دیگه داره از مد خارج میشه و بهتره که تو سال جدید استفاده نکنیم ازشون یا گزینه‌های بهتری برای جایگزینشون وجود داره. اولین چیزی که میخوام بگم که خیلی خوشحالم که تقریبا دارم مد میفته، به خاطر اینکه شاید استایل خودم نباشه، اسنیکرز یا کتونیای خیلی بزرگه. در کل الان مد و ترند اسنیکرزا بیشتر اسنیکرزاییه که کفشون خیلی کوچیک و کوتاه لژش، مثل مدلای حالا سامبا یا مدلای مختلفی که مشابهش هستن که توی برندهای مختلف هم میبینیم. اما کلا لژ اسنیکرز چیزی نیست که بگیم از ترند و مد خارج شده باشه. منظور من اون مدلای بزرگ خیلی گولاخی تقریبا دد اسنیکرز مثل برندهای بالانسیاگا یا لوی ویتون که خیلی دیدیم که پر طرفدار بود و خیلی هم ترند بود، هنوزم یه عده زیادی میپوشن، ولی الان دیگه اسنیکرزای اونقدر بزرگ و اونقدر سنگین ترند نیستن و بهتر اسنیکرزایی استفاده کنین که حالا یا سایز نرمال داشته باشه یا اگه لژم داشته باشه یه لژ نرمالی داشته باشه. اگر که مثل من قدتون متوسطه، شاید حتما دوست داشته باشین که اسنیکرزتون لژ داشته باشه و خیلی هم خوبه، اما اسنیکرزایی که حالا لژای خیلی دیگه گنده داره تقریبا بهتره که سمتش نرین، چون که یه جورایی داره از مد خارج میشه و یه مشکلی هم که این اسنیکرزا دارن اینی که معمولاً خیلی ناراحت هستن و کم توشون پیدا میشه که شما اسنیکرز راحتی پیدا کنین، چون معمولاً سنگینن و پا رو تو طولانی مدت اذیت میکنن. مورد بعدی که میخوام بگم یه جورایی دوباره به همون کفش مربوط میشه و مربوط میشه به یه برندی که تقریبا ترکونده بود، حتما اسمش رو شنیدین و خیلی پرطرفداره و اون چیزی نیست جز برند گلدن گوس. بچا برند گلدن گوس امضای شخصیش چی بود؟ میمد یه سری سیاهی یا پارگی رو از قصد روی کفشش ایجاد میکرد و بهشون حالت کهنه و قدیمی میداد که خیلی برندها اومدن به تقلید ازش کارو انجام دادن و مدل‌های خیلی مختلفی اومد توی بازار و خب خیلی خیلی پرطرفدار بوده و هست. اما هر چقدر که الان مثلا محصولات چرمی مثل کت‌های چرمی یا حالا هر لباسی که حالت وینتج باشه ترند و مده، تقریبا میشه گفت توی کفشا الان دیگه کفشایی که ظاهر دیسترست و قدیمی و کهنه دارن یه جورایی کم کم داره از مد خارج میشه. جای خودشو داره میده به کتونیایی که مدل وینتج دارن اما کثیف نیستن. مثلا کتونیایی که جیرن یا پارچه‌این الان خیلی خیلی ترند ترن و بهتره که از اونا تو استایلتون استفاده کنی اگر که میخواین بروزتر باشین. به معنی این نیست که اگه گلدن گوس دارین یا مثلا این کتونی دارین که حالت کثیفه برید آتیشش بزنید، نه، ولی اگر که میخواین یه دونه بخرید یا فکر خریدش هستین، بهتره که در نظر نگیریدش و برین سراغ یه چیزی که حالا یه مقدار الان ترند تره. البته من کی باشم که به شما بگم
چی بپوش و چی نپوش. اگر که این استایل رو دوست دارید و این استایل برای شماست، چه بهتر میتونید بپوشینش، لذت ببرید و کیفش رو ببرید. اما به نظر من بهتره که اگر که میخواین اسنیکرز بگیرید، تقریبا اسنیکرزایی رو بگیرید که الان یه مقدار بیشتر ترند هستن و تا چندین سال آینده هم بتونید ازشون استفاده کنید. مخصوصا برند گلدن گوس که خب میدونیم برند همچین ارزونی نیست و قیمت اسنیکرزاش بالاست. حالا به جاش همونطور که گفتم میتونید از اسنیکرزای جیر، اسنیکرزایی که پارچه‌ای یا اسنیکرزایی که کلا حالت لژه کوتاه دارن و اون حالت رترو رو دارن استفاده بکنی و همینطور اسنیکرزای رنگی که خب هممون میدونیم الان خیلی خیلی ترند شدن. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم که باز تا چند سال پیش خیلی محبوب بود و شاید هنوزم خیلی‌ها بپوشنش، ولی یهویی نمیدونم چرا کلا انگار از ترند و مد خارج شد، شکت ها هستن که میدونید شکت ها در واقع شرت و جکت بودن، یعنی یک کتی بودن که حالت پیرهن مردونه داشت و معمولا چارخونه و رنگای مختلفی داشت. اینا درسته همچنان خیلی‌ها میپوشنشون و دوستشون دارن، اما تقریبا میشه گفت از ترند خارج شدن. تو پاییز امسال دیگه تو هیچ برند و حتی فست فشنی هم نمیدیدیم که اینا رو تولید بکنه و تو استایل باز آقایون تک و توک میدیدیم، ولی تو استایل خانوما دیگه تقریبا نمیدیدیم. جای خوشو داده به چی؟ جاشو داده به کاپشنایی که حالتهای نایلونی دارن و همونطور که بهتون گفتم تو اسنیکرز هم این اسنیکرزای نایلونی و پارچه‌ای خیلی ترند شدن و توی کاپشن هم همینطوره. کاپشنایی که حالت نایلونی دارن خیلی خیلی ترندن و برای سال 2025 هم یکی از بزرگترین ترندها محسوب میشه که البته ویدیوی ترندهای سال 2025 رو سر فرصت میسازم و براتون آپلود میکنم. اما بهتره که سراغ کاپشن‌ها و کتایی برین که میگم یه مقدار یا چرم هستن یا نایلون هستن و اون حالت دیگه شکت و شرت جکت دیگه خیلی ترند نیستش. و اگه بخوایم واقع بینانه هم به موضوع نگاه کنیم، برای خانوما خیلی چیزی نبود که برازنده و زیبا باشه. به نظر من استایلی که الان ترنده مثل همون توید، مثل خز، مثل حالا همین حتی کاپشنایی که حالت یه مقدار نایلونی دارن باز یه مقدار قشنگ‌تره. حالا البته نایلونیا میشه گفت یه جورایی سوسو هستم نسبت بهش، اما کاپشنایی که الان حالت کتایی که حالت توید دارن و کتایی که حالت چرم دارن خیلی به نظر برای زمستون شیک‌تره و بهتره که از اونها توی استایلتون استفاده کنین و خیلی هم مد و ترند. مورد بعدی که تقریبا میشه گفت مد افتاده یک جورایی استفاده از کاردیگنای بلنده. حتما یادتونه چند سال پیش این کتای کاردیگن بلند که حالت پشمی داشتن و تا ساق پا میرسید یا حالا بلند بود، در هر صورت خیلی خیلی ترند بود. یه سریشون جلوشون بند میخورد، یه سریشون حالت بند کمری مثل رب دو شام داشتن. اینا خیلی مد بود، ولی بچه‌ها تقریبا امسال میشه گفت کلا بافتنیایی که اینجوریان از مد و ترند خارج شدن و داره جای خودش رو به بافتنیایی میده که کوتاه‌تره و اینکه دکمه داره جلوش. یعنی کلا الان دکمه جلوی بافتنی و کاردیگن خیلی خیلی بیشتر از چیزی که با بند صرفا بسته بشه ترنده. پس اگر که میخواین یه بافتنی رو به استایل خودتون استفاده کنی، هم قدش رو در نظر بگیرین که این مقدار کوتاه‌تر باشه، همین توجه کنین که ترجیحاً دکمه داشته باشه و مثلا یقه‌های هفتی با دکمه الان خیلی خیلی ترندن و خیلی خیلی قشنگ‌تر محسوب میشن. و اما بچه‌ها میرسیم به مورد آخر که میشه گفت حس دوگانه‌ای بهش دارم، چون من این جور کفشا رو چند سال پیش خیلی دوست داشتم و اون استفاده از کفشای پاشنه بلند و نوک‌تیزه که بهشون استیلتو میگن به اصطلاح. بچه‌ها کفشای استیلتو یه زمانی خیلی پرطرفدار بودن، مخصوصا برند لوبوتان که حتما اسمش رو شنیدین و میدونید که یکی از برنداییه که بهترین و شیکترین و جذابترین استیلتوها رو تولید میکرد. درسته این کفشا خیلی ظاهر جذابی دارن، با هر لباسی خیلی شیک به نظر میرسن، اما الان حتی کفشای پاشنه بلند دارن به سمت پاشنه‌های راحت‌تر، کوتاه‌تر و چیزایی که براتون قابل پوشیدن تر باشه میرن. بچه‌ها این کفشا ظاهرشون جذاب بود، ولی اگه پوشیده باشین میدونید که این استیلتوهایی که پاشنه میخی و بلند حالا 10-12 سانت داشتن، مثلا جلوشون هم بسته و نوک‌تیز بود، واقعا پا رو اذیت میکرد و تقریبا بیشتر از 1-2 ساعت قابل پوشیدن نبودن. دارم خوشبینانه‌ش رو بهتون میگم. خود من با اینکه این استیلتوها رو خیلی دوست داشتم و توی استایلم خیلی ازشون استفاده میکردم و
عاشقشون بودم، به خاطر اینکه کلا من آدم قد بلندی نیستم و با اینا خیلی قدم بلندتر و کشیده تر میشد. ولی الان واقع بینانه که میخوام نگاه کنم تقریبا هیچ کدومشون رو تو 2-3 سال اخیر نپوشیدم و بیشتر سعی کردم چیزایی رو بپوشم که پاشنش کوتاه‌تر باشه، پهن‌تر باشه و راحت‌تر باشه. پس بچه‌ها اگر میخواین یک کفش پاشنه بلند رو به کالکشنتون اضافه کنی، سعی کنید از کفشایی استفاده کنید که حداقل پشتشون باز باشه مثل اسلینگ بک ها و پاشنه هاشون کوتاه‌تر و پهن‌تر باشه. یا اینکه مثل مدلای امینا معادی که میبینید پاشنهشون یه حالت پهنی کوچیکی اینجوری پایینش پخی داشته باشه که بتونید باش حداقل راه بری. و البته میشه گفت خود برند لوبوتان هم تو مدلای جدیدش اومده تقریبا چیزایی رو تولید کرده که کوتاه‌تر و راحت‌تر باشن. فکر میکنم کسایی که خود این برند رو دیزاین کردن هم به این نتیجه رسیدن که کفشای خیلی خیلی پاشنه بلند، خیلی خیلی نوک‌تیز و اون پاشنه‌های خیلی میخی نمیتونه گزینه خیلی مناسبی برای پوشیدن باشه. نظر شما چیه؟ خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که حسابی لذت برده باشین. اگر که نظر، انتقاد، پیشنهاد دارین ممنون میشم تو کامنت ها برام بذارین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنین و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. میبوسمتون و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.